محمد پیامبر خداست و آنانی که با او هستند در برابر کافران سرسخت و قوی و در میان خودشان مهربانند. همواره ایشان را رکوع کنان و سجده کنان میبینی و فضل و خوشنودی خدا را میجویند. نشانه هایشان در روحایشان از اثر سجده آشکار است. این است صفتشان در تورات و صفتشان در انجیل. همانند دانه تخمی که جوانه خود را بیرون آرد، سپس آن را نیرومند گرداند و باز سخت شود و بر ساقه خود استوار گردد، به حدی که کشتمن را نمو و بزرگ شدن شگرف و بیدرنگ آن به شگفت می آرد، تا خداوند به وسیله این پیشرفت بیدرنگ ایشان یعنی کافران را به خشم آرد. خداوند آن عده از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است.